با درود و سلام و احترام خدمت همه همراهان عزیز، با یک سری دیگه از جلسات هیپنوتراپی خدمت شما هستم و در این نوبت سعی دارم که به مبحث کودک درون بپردازم. نمیدونم چقدر با این موضوع آشنا هستید، اما این چند جلسه ای که زیر مجموعه شفای کودک درون هست بسیار عمیق و با اهمیت است و یک سری نکات ایمنی داریم که باید حتما رعایت بشن. اگر فقط برای رفع خستگی و استراحت یا قبل از خواب اومدین این کانال و میخواین که ریلکس کنین، لطفاً این چند کلیپی که مربوط به کودک درون هست رو اصلا گوش ندید و ازش بگذرید و رجوع کنید به اون هیپنوتراپیای قدیمی که در کانال موجود هست و در اختیارتون قرار داره. پرداختن به کودک درون مستلزم تعهد و التزام کامل هست. یک نکات مهمی ذکر میشه که حتما باید یاد بگیرید و به کار ببندید، وگرنه نه تنها برای شما آرامش و رفع خستگی نمیاره، بلکه میتونه به حالتون ضرر هم برسونه و بسیار منقلب کننده باشه. پس اگر تفننی اینجا اومدید یا طبق عادتهای قدیمتون برای استراحت و آرامش، لطفاً از ویدیوهای دیگر کانال استفاده کنید. دلیل این موضوع به این خاطر هستش که وجود ما توسط یک سری سیستم‌های دفاعی روحی روانی حفظ و نگهداری میشه. همه ما تجربه‌های تلخی در زندگی داشتیم و یا حتی تروماهایی در زمان کودکیمون داشتیم، به خصوص وقتی که کوچیک هستیم، چون از لحاظ جسمی و روانی بسیار ضعیف و آسیب پذیر هستیم. سیستم ما طوری دیوارهای دفاعیش رو میسازه که بتونه از ما نگهداری و مراقبت کنه. اگر بی‌محابا و بدون توجه یک دفعه چکش رو برداریم و به لایه‌های این دیوار نفوذ کنیم و بلد نباشیم چگونه از خود مراقبت کنیم، این کار نه تنها مفید نیست بلکه میتواند بسیار مخربم باشه. پس خواهش میکنم اگر به این چند هیپنوتراپی که توی این سری اومده گوش میدید، پله پله جلو برید و حتما هر جلسه رو تا آخر گوش بدید، چون در حین هر جلسه مواردی رو ذکر خواهم کرد که برای مراقبت از خودتان در این دوره بسیار ضروری و مفید هستش. خواهش میکنم تمام موارد رو به کار ببندید. همچنین لازمه که یه دفتر و مدادی هم دم دست خود داشته باشید تا یه سری نکاتی که ضروری هست بعد از جلسه سریعا یادداشت کنید که بسیار به کارتون خواهد بود. شاید کلمه یک کودک درون رو شنیده باشید، شاید هم با مفهومش کمی آشنا باشید، شاید هم نه. در مبحث کودک درون توجه به آسیب‌ها و زخم‌های روحی روانی است که در کودکی به سر ما اومده و یکی از مباحث بسیار پر استفاده در روانکاوی و روانشناسی. مکتب فروید پایه و اساسش روی این مبناست و هنوز خیلی‌ها که متمایل به مکتب سایکودینامیک هستن از این روش استفاده میکنن. اما اینجا ما قصدمون کالبد کافی دوران کودکی نیستش، چون هدف ما اینجا چیز دیگه است. قصد ما اینه که با استفاده از هیپنوتراپی به عنوان یک مکمل روند درمانی رو تسهیل کنیم یا کمک بکنیم که کسانی که میخوان روی خودشون کار کنن از این ابزار استفاده کنن. این جلسات قصد ارائه درمان نداره. این کار بسیار طولانی و عمیقی است و ما فقط از این به عنوان یک مکمل استفاده میکنیم. جلسه اول تلاش ما برای پیدا کردن کودک درونه. در یه جای راحت قرار بگیرید، میتونید دراز بکشید یا بنشینید. اگر میخواهید بنشینید، سعی کنید چارزانو بنشینید و یک بالش یا دو بالش زیر خودتون قرار بدید که فشار روی قوزک‌های پایتون زیاد نباشه و پاتون خواب نره. در بالش هم فرو نرید، مثل یه پله از اون استفاده کنید. هدف اصلی این هستش که
ستون فقرات کاملا صاف قرار بگیره. اگر میخواهید که هیپنوتراپی رو به حالت درازکش انجام بدید، جایی که دراز میکشید لطفاً سرتون روی بالش بلندی نباشه. هرچند بهتر هستش که گردن کاملا در راستای ستون فقرات باشه و برآمدگی خاصی حالت گردن شما نسبت به قسمت پایینی ستون فقرات نداشته باشه. به خودتون یه 30 دقیقه وقت بدید. تلفن یا صدایی که مزاحم ممکنه بشه و شما رو کمی از روند این هیپنوتراپی متوقف کنه لطفاً خاموش کنید یا به دور اطرافیانتون بگین که مزاحمتون نشن. در اتاقتون رو ببندید و امیدوارم که قبلا هیپنوتراپی های 1 و 2 رو گوش داده باشید و بدونید که چطور بدنتون رو ریلکس کنید. چند نفس عمیق دیافراگمی بکشید. تمرکزتون روی بازدمتون باشه. بازدمتون رو سعی کنید بیشتر کنترل کنید و طولانی ترش کنید. نفس عمیق، آروم، عضلات ناحیه کمر و شکم کاملا شل. با هر دم شکم شما باید حرکت کنه، مثل بادکنک باد بشه. چند نفس عمیق بکشید. نفس کشیدن ما یک حرکت غیر ارادیه در طول روز، در طول عمرمون. میخوام که حواستون به نفستون مدام باشه، یعنی از اون حالت اتوماتیک خارج بشه و هوشیاری شما، آگاهی شما نسبت به نفستون و این ریتمی رو که الان میگیرید. نفسهای عمیق و آروم. چند تا نفس عمیق بکشید و توجهتون بیشتر روی بازدمتون باشه. بازدم هر چی طولانی تر بهتر. لباتون رو کمی به هم بچسبونید و یه فاصله کوچیکی وسط لب‌ها ایجاد بکنید و بذارید که هوا خارج بشه. خاطرتون هست که توی مدیتیشن های قبلی تأکید بسیار زیادی روی 5 تا حس بویایی، شنوایی، بینایی، چشایی و لامسه داشت. از تمام این حساتون استفاده کنید و جریان هوایی که توی لوله های تنفسی شما الان جریان دارد رو کاملا لمس کنید. صداش، حجم هواش، حسی که توی لوله های تنفسی هست. دمتون وقتی که نفس میکشید خنک‌تره. بازدم هوایی که خارج میشه کمی گرم‌تره. سعی کنید با 5 تا حستون کاملا حجم هوا و جریان هوا رو لمس کنید. همینطور که من توضیح میدم به ریتم آروم نفس کشیدن عمیق خودتون ادامه بدید. لحظه‌ای نذارید این ریتم متوقف بشه. حتی اگر من طولانی در یه مواقعی یادم میره که یادآوری کنم که به نفستون برگردید. حالا همینجور که آروم نفس کشیدید خودتون از تمام اون دل مشغولی‌های روزانه‌تون رو خارج کنید و بیارید توی جسمتون، قفسه سینه‌تون، لوله تنفسیتون، ریه، بینی، شکم و این ریتم نفس کشیدن. آروم آروم نفس بکشید. سعی کنید بچگی خودتون رو تصور کنید. سنتون رو به یاد بیارید. لباس تنتون، مدل موهاتون.
بازی‌های مورد علاقتون، اتفاقاتی که دور و براتون داره میفته رو مرور کنید. آدمای دور و براتون، خودتون رو مثل یه آدمی که سفر زمان کرده و به گذشته رفته ولی در سن و سال کنونی خودتون تجسم کنید که یواشکی داره اون صحنه ها رو نظاره میکنه. بچگی خودتون هم دارید نظاره میکنید، چند قدمی فاصله دارید همه اتفاقات رو میبینید. اگر چیزهایی رو که میبینید و شاهدش هستید زیاد قشنگ نیست و یادآوری یک سری خاطرات بسیار هولناک و بد هست، سعی کنید احساسی داخل نشید و در همین جسم بزرگسالی خودتون به عنوان یک ناظر بی‌طرف که فقط در حال نظاره کردن هست و میخواد یک سری جزئیات رو با دقت ثبت و ضبط کنه، به اون شکل باقی بمونید و فقط نظاره کنید. اگر پررنگ ترین خاطراتی رو که الان دارید نظاره میکنید هولوش 8-9 سالگی یا 10-11 سالگیتون هست، میخوام یکم خودتون رو مجبور کنید که به عقب تر بره و زمانهای کودکی تر رو پیدا کنید. چیزی که بیشتر مد نظرم هست 5، 6، 7 سالگی. حواستون به نفساتون باشه، حواستون به بازدمتون باشه. نفس. هدف ما اینجا پیدا کردن الگوهای عادتی، فکری، رفتاری، احساسیه که یک جوری تو بچگی شکل گرفته. در وهله اول باید اون بچه رو پیدا کنیم. سعی کنید تا اون جایی که میتونید جزئیات دور و برتون رو مجسم کنید. لباستون چه شکلیه؟ کفش پاتون چجوریه؟ حالت موهاتون؟ اگه غذایی دارید میخورید غذای مورد علاقتون چیه؟ آدمای دور و برتون، اونایی که دوستشون دارید یا اونایی که دوستشون ندارید، شیطنت هاتون، بازی هاتون، حرفایی که میزنید، وسایل دور و برتون. اگه از خودتون اتاقی داشتید وسایل اتاقتون چه شکلی؟ اگه نداشتید وسایل خونه چه شکلیه؟ فرش زیر پاتون چه مدلیه؟ چه رنگیه؟ نقش و نگارش یادتون میاد؟ دیوار یادتون میاد؟ چی روی دیوار دارید؟ تاقچه‌ای هست؟ فرم در و پنجره ها چه شکلیه؟ و همین جور که دارید همه اون خاطرات رو یادآوری میکنید، آیا حواستون به نفستون هست؟ نفس. حتی میتونین بیرون از اتاق و خونه برید داخل حیاط. حیاط چجوریه؟ پله ها چجوریه؟ حتی میتونید از خونه بیرون برید، محله، جزئیاتش رو مرور کنید. همونطور که توی سن بزرگسالی الانتون نشستید، از دور ناظر اون بچه باشید. یه سراغی به اسباب بازیاتون بزنید. نفستون هم که حواستون هست بهش. حواستون به بازدمتون بیشتر باشه. شکمتون قشنگ بیاد بالا بره پایین.
ستون و فقرات صاف. حالا توی ذهنتون، توی خیالتون، توی اون محیطی که هستین، تو خونه این، تو حیاتین، تو اتاقین، تو آشپزخونه این، مادرتون رو پیدا کنید، پدرتون رو پیدا کنید. جزئیات لباس تن اونا رو میتونید به یاد بیارید. یادتونه مثلا وقتی بچه بودید مامان چه لباسی بیشتر از همه میپوشید؟ کفشش رو یادتون میاد؟ یا پدرتون رو یادتون میاد؟ لباساشو، کفشاشو، جاهایی که لباساشون رو میذاشتن. جزئیات آشپزخونه رو یادتون میاد؟ اگر باز یادآوری میکنم خاطرات منفی و غم‌انگیزی به سراغتون میاد، سعی کنید در وجود فرد بالغ ناظر بمونید و در وجود بچه قرار نگیرید. فقط بچه رو مشاهده کنید و هر موقع احساس کردید که منقلب میشید نفس عمیق بکشید. سعی کنید به جزئیات بیشتر بپردازید. به اسباب و وسایل خونه، به نقش و نگار روی دیوار، روی فرش، روی زمین. ظروفی که توش غذا می‌خوردید چطوری بودن؟ همبازیاتون کیا بودن؟ با چه کسانی بیشتر وقت می‌گذروندید؟ پشت بام خونه یادتونه؟ مغازه‌های محل یادتونه؟ وقتی می‌رفتید مغازه چی می‌خریدید؟ یا می‌خواستید چی براتون بخرن؟ خواهر و برادر و همبازیاتون یادتونه؟ یا بچه‌هایی که توی همسایگی بودن؟ یا شاید هم پسر خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو، پسر عمه، دختر عمه، بچه‌های فامیل. و حواستون باشه روی نفس هاتون. همچنان اون ریتم نفس آروم و عمیق رو نگه دارید. نفس. نفس. نظاره‌گر بودن رو تمرین کنید. تصور کنید که توی تونل زمان انگار سفر داشتید و میخواید یک سری جزئیاتی که هیچگاه فرصت مرور نداشتید و بازبینی کنید. میخواید به خودتون ثابت کنید که یه سری از خاطراتی که در گذشته در ذهنتون حک شده و هیچ وقت فرصت بازپروریش نداشتید، الان میخواید سر بزنید ببینید چقدر یادتون میاد. فکر کنید یه بازیه. بهتون قول میدم از یادآوری یه سری جزئیات واقعا شگفت زده بشید. سعی کنید اسم همبازیاتون رو یادآوری کنید. به شکل و شمایل و لباس و فرم صورتشون خیره بشید. و همچنان با نفس عمیق و آرام خودتون به این گشت و گذار ادامه میدید. هر جا هستید به دور و برتون بیشتر دقیق بشید. از 5 تا حستون استفاده کنید که جزئیات رو تداعی کنید. رنگ، فرم، ابعاد، فاصله، اندازه، بو، طعم، صدا، نوا، آوا. حسایی که روی پوستتونه مثل گرما، سرما،
لمس چیزایی که دور و براتون هست. نفس تأکید روی بازدم. حواستون به بازدمتون خیلی باشه. حالا کمی به کودکی که دارید دنبالش راه افتادید و دارید نظاره میکنیدش بیشتر دقت بکنید. هر چه سن شما پایین تر باشه بهتر. بچگی کردنهاشو ببینید. و تمام جزئیاتی رو که پیدا میکنید رو سعی کنید که به خاطرتون بسپارید. شرایط بچه چگونه است؟ حال هواش چطوریه؟ اگه نشونه ای از حال هوا و احساس بچه پیدا نمی کنید و چیز خاصی به نظرتون در اون سن خاص نمیاد، بیایید یه خورده سنش رو بیارید بالاتر، سفر کنید به سنین بالاترش. اولین حالات و احساساتی که از بچگی به یاد میارید رو مرورش کنید. فقط نظاره‌گر باشید و احساسی داخل نشید. این سن قدرتمند و تحلیلگر بزرگسالی خودتون رو ترک نکنید. خاطرات قدیم رو فقط ورق بزنید و درش زندگی نکنید. اگر به موضوع منقلب کننده‌ای برخورد کردید و یا یه دفعه یه خاطره بعد یه زخم کهنه سرباز کرد و شروع کرد به فوران و غم و غصه از توش جاری شد، چند تا نفس عمیق بکشید. در قدرت و توانایی بزرگسالی خودتون قرار بگیرید و اگر خیلی اذیت میشید وارد یه خاطره خیلی خوش و دلانگیزی بشید. مثلا وقتی دارید توی حوض بازی میکنید یا دارید با پدر بزرگ مادر بزرگتون وقت میگذرونید یا دارید کارتون مورد علاقتون رو تماشا میکنید. چند نفس آروم بکشید. خاطره یا مکان خاصی رو در نظر بگیرید که خیلی براتون حس امنیت و تعلق رو تداعی میکنه. اونجا رو یه مکان امنی برای خودتون در نظر بگیرید. هر موقع در مرور ایام کودکی خودتون به غم و غصه برخوردید و میدونید که توانایی رفع و رجوعش رو ندارید و نمیدونید که چجوری باهاش برخورد کنید، به اون محل امن پناه ببرید. سعی کنید امروز به عنوان جلسه اول که تازه میخواین کودک درون خودتون رو پیدا کنید، سعی کنید بیشتر به جزئیات خاطرات قشنگ خودتون بپردازید. از 5 تا حستون استفاده کنید، اون جزئیات رو پررنگ تر تداعی کنید. هممون یک جای امن و یک فرد امن اکثر ما همیشه در بچگیمون داشتیم. هر چقدر هم کودکیمون متلاطم و آشفته و با سختی‌های مختلف بود، همیشه یه مأمن گرمی بود. اون شخص رو، اون مکان رو به عنوان یک معبد طلایی که میتونید در خاطراتتون بهش پناه ببرید، جاشون حفظ کنید و نگهش دارید.
و هر وقت توی این گشت و گذارهای دوران کودکی به خاطرات بد خوردید، حتما به اون مأمن بسیار امن و زیبا پناه ببرید. آروم نفس بکشید، عمیق، آروم، دم و بازدم. من یه سری جملات تأکیدی الان میگم. شما اون کودک 6-7 ساله که کاملا در ذهن شما تداعی شده کنار خودتون دارید. این جملات رو میتونید توی دلتون بگید یا اینکه با یه صدای قابل لمسی تکرارش کنید، بلند تکرارش کنید. من در جای خوبی هستم. همکنون در جای امنی که میتونم به قدرت و توانایی خودم متکی باشم. خاطرات خوب کودکیم رو دوست دارم، حتی اگر اندک باشند. اسباب بازی های مورد علاقم رو پیدا کردم. سعی کنید که توی ذهنتون اون اسباب بازی ها رو متصور بشید. کفش مورد علاقم رو که این رنگی بود، این شکلی بود، تجسمش کنید. پیدا کردم. کودکی خودم رو پیدا کردم. در خیالتون اون کودک رو محکم بغل کنید و در آغوش خودتون نگهش دارید. بهش بگید چقدر دوستش دارید و بهش بگید که چقدر خوشحالید که پیداش کردید. همینجور که اون کودک رو در بغل دارید، لمسش میکنید. با چشمانتون جزئیات وجودی اون کودک رو میبینید، بوش میکنید و محکم در آغوش خودتون گرفتید. میخوام 15 تا نفس خیلی عمیق بکشید. 1. نفس خیلی عمیق دیافراگمی. 2. به هوایی که توی لوله های تنفسیتون جریان داره خوب دقت کنید. 3. به بچه‌ای که در آغوشتون دارید خیلی توجه کنید. 5. از این کشفتون، از این فرصتی که به خودتون دادید که کودکتون رو پیدا کنید، میخوام که سپاسگزار باشید و شکر کنید. 6. بچه رو ببوسید و محکم در آغوش خودتون نگهش دارید. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. بذارید ریتم نفس هاتون به ریتم طبیعی روزانتون برگرده.
همینجور آروم که هستید، دراز کشیدید، من یه چند تا نکته رو میگم. بعد از اینکه مدیتیشنمون تموم شد ازتون خواهش میکنم تو دفترچه‌ای که برای خودتون مهیا کردید، جزئیاتی که به خاطر آوردید که براتون خیلی هیجان انگیز بود و فکر میکردید که همیشه به فراموشی سپردید رو یادداشت کنید. هر چی که به نظرتون مفید میاد رو که حس خوبی بهتون میده یادداشت کنید. از الان کمی به خودتون فرصت بدید و ویدیوی بعدی که شماره 2 این سری هستش رو گوش ندید. یه مقدار سعی کنید که با همین مدیتیشن 2-3 دفعه این رو تکرار کنید و حال و هوای کودک درونتون و گذشتتون و بچگیتون و خاطراتتون رو یه مقدار بیشتر زیر و رو کنید. یاد بگیرید که به اون مکان امن در شرایطی که خاطرات بدی رو یادآور میشه براتون رجوع کنید و یاد بگیرید که در وجود بزرگسالی خودتون، در وجود قدرتمند الانتون بمونید. مدام به خودتون بگید که من یک ناظر هستم. هدفمون عوض کردن تجربه های گذشته نیست، هدفمون پیدا کردن قدرت و صلابتمون در این سن بزرگسالیمون هستش. بزرگترین کمک شما برای اینکه خاطرات سخت و هولناک گذشته اگر که به وجودتون سرازیر میشه بخواین خودتون رو از اون مراقبت کنین، این هستش که با نفستون، با نفس عمیق کشیدن خودتون رو در این موقعیتی که الان هستید که هم توانایی آنالیز کردن شرایط رو دارید، هم میتونید که شناخت کافی و استدلال کافی در حل و فصل مسائل دور براتون داشته باشید، توی این وجود الانتون بمونید. این تمرین رو خواهش میکنم یه چند بار انجام بدید و یافته های خودتون رو در دفترتون بنویسید و سپس میتونید که قسمت دوم این سری رو گوش بدید. دوباره تاکید میکنم پناه شما و بهترین ابزار شما برای رهایی از غم و غصه ها نفستونه و اون مکان امن، اون جایگاه، اون شخص امنتون هم اون مکانی هست که میتونید سریع بهش رجوع کنید. هر موقع که ذهنتون مشغول منفیگری شد، با 2-3 نفس عمیق به خودتون، به قدرتتون، به تواناییتون برگردید. از خودتون بسیار مراقبت کنید و امیدوارم که اوقات خوب و تجربه خوبی داشته باشید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.